سلام. حالا احوالتون خوبه؟ مخلص همیشگی یعنی موشکاف بازم خدمت رسیده تا پروژکتور روشن کنه و یه تصویر درست و درمون از شکاف‌های نظام ارائه کنه. اول از شیخ پری شروع میکنیم که سیخ و سنباهاشو میپیچه لای زرورق دیپلماسی و فرو میکنه تو پک و پهلوی عظما. مسئله‌ای که امروز بین دو طرف مذاکرات هسته‌ای وجود دارد نه حقوقی است نه فنی. این موضوعی کاملا سیاسی است که برای حل و فصل آن نیاز به یک اراده و تصمیم سیاسی از سوی دو طرف دارد. طرف اول که تکلیفش روشنه 5 به علاوه 1، اما سوال اصلی اینه که طرف دوم کیه؟ بله خود عثمان. شیخ پری به زبون اعتدالی داره به طرف حساب پرتغالی میگه تو این اوضاع پتالی حلی گدا پهن رو قالی، هی میشه حالی به حالی. یعنی هنوز تصمیمشو نگرفته، دو به شکه، آخرشم یه اردنگی نثار مقام ولایت میکنه. البته این اراده از طرف ما کاملا وجود دارد تا مسائل را سریعتر حل و فصل کنیم. یعنی عظما بجم که دیره. از اون طرفم روزنامه های جام زهری هی قلم رو میچرخونن و ریش ظریف رو میچسبونن به دنب علی گدا. اغلب انتقادهایی که متوجه وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده می شود مشمول انتقادات مخرب است و این در حالی است که آنچه تیم مذاکره کننده و در رأس آن وزیر امور خارجه انجام می دهند تصمیمی بر اساس سیاست‌های کلی نظام است و تا از مقامات عالی رتبه به این افراد اجازه داده نشود این گروه نمیتواند از جانب خود دست به اقدامی بزند. داره به دلواپسا میگه خفا، میگه اندازه باز شدن نیش ظریفم با نظارت مقام عظما صورت میگیره. بنابراین اینقدر به این تیم مذاکره کننده پیله نکنید، بذارید آش زهرماریشونو تیار کنن. حالا بشنوید از دلواپسا که طبق معمول تو فاز تیغ کشیان. ایران که در میدان مسابقه با عناصری چون قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله به خوبی از پس نقشه‌های شوم آمریکا و اسرائیل برآمده، چرا در زمین دیپلماسی متوجه برند خود نیست؟ همه رو ول کن، برند قاسم سلیمانی رو بچسب. این که برند سلیمانی عظما رو کشته هیچ کس شکی نداره، اما آخه بابو گلابی کدوم قاسم کدوم سید حسن؟ مگه خبر نداری عظما از زور تحریما مجبور شده حقوق حسن مثلا رو نصف کنه؟ برند عظما تو این وضعیت برند هیوی پتاله، واسه همینه که خفقون گرفته و هی کج میشه و مج میشه. جای موزه گیری و این حرفا رفته تو کار پیام به جوانان آمریکا. الان یه طرف عبای عظما عکس قاسم سلیمانیه، یه طرفش هم جام زهره. سرگردونی هم بد دردیه.